بسم الله الرحمن الرحیم. مفلس کسی خشاق است، فقیر است، بینوا است، هیچ چیز ندارد، او را مفلس میگویند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیثی را روایت میکند که پیغمبر خدا گفته بوده است: اتدرون من المفلس؟ به طرف صحابه ها پیغمبر خدا گفته بوده است: آیا میدانید که مفلس کیست؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. صحابه ها چی گفتن؟ بله گفتن میدانیم. مفلس کسی هست که درهم ندارد، یعنی پول ندارد، متاع ندارد، یعنی از مال دنیا چیزی ندارد. حبیب خدا چی گفتن؟ این من امتی، این المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکات. حبیب خدا گفتن نه، گفتن نیافتید. مفلس این است، گفتن از امت من که روز قیامت آدم نمازخوان است، آدم روزدار است، آدم زکات میدادگی هست، آدم 5 وقته نماز در جماعت میخواندگی است. می آید و یأتی قد شتم هذا، این آدم گفتن میارن، این آدمی که نمازخوان بود، روزگیر بود، زکات دهنده بود، راستش میکنن. این زمان یک آدم می آید نزد الله مراجعت میکرد است: پروردگارا قد شتم هذا، انا همین انسانی که نمازخوان است، روزدار است، زکات میداد، در دنیا مرا دشنام دادگی بود. شکایت میکند. و اکل مال هذا، شکایت میکند، بیراه میشود. دیگر شخص میآید: الله، انا همین انسانی که نمازخوان است، روزدار است، زکات دهنده است، انا همین در دنیا مالی مرا خوردگی بود. بیراه میشود. دیگرش میآید: و سفک دم هذا، ای الله، انا همین انسانی که نماز خواند، زکات داد، روزه گرفت، در دنیا خون مرا همین ریزاندگی بود. اینم بیراه میشود. فیعطى هذا من حسنات و هذا من حسنات. پروردگار چی حکم میکند؟ این آدمانی که شکایت آمدن باید که شکایت اینها برآورده شود. الله از این آدم نمازخوان حسنات را میگیرد، نیکی ها را میگیرد، به مقدار آن انسانایی که شکایت کرده بود حسنات میدهد. فإن فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیه. الله، پیغمبر خدا میگوید پیش از آنه که پروردگار حکم کند که این انسان نمازخوان و روزگیر و زکات دهنده دوزخی است یا بهشتی، الک حسناتش تمام بشود. حسنات چه الک مردمی که در دنیا از دست این آزار دیدگی بود همش گرفتن، تمام شد. فطرح فی النار، الله نظر میکند چیزی از ثواب نیست. چی میگوید؟ فطرح فی النار، او را برداشته دوزخ را پرتایید. رسول اکرم گفت انا مفلس، انا این مفلس است. گفت این چیزی ندارد از ثواب. یعنی در دنیا مفلس ما تحلیل بکنیم شخصی که مال ندارد و چیزی از اشیاء زندگی ندارد، لیکن در قیامت مفلس کسی هست که ثواب ندارد. این مفلس قیامت است.